واکنش رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری به اتهام امامعلی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان درباره مبلغ گذاری تظاهرات ها در بدخشان. دیدار رئیس ناحیه اصفهان تاجیکستان و بادکنی قرقیزستان. از شهر ینگیاری ولایت سردریای ازبکستان تا شهر استرافشن تاجیکستان اتوبوس تشکیل کرده شد. 100 نفر مهاجران کاری از کشور پریمورسک فدراسیون روسیه اخراج می شوند. امامعلی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک سخنرانیش روز 18 ایون اقرار شد که حکم قتل و بی‌ضررگردانی جوانان بدخشانی را خودش داده است. همچنین امامعلی الرحمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم به مبلغ گذاری اعتراضات در بدخشان کرد. امامعلی الرحمن با اشاره به جوانان در بدخشان به قتل رسیده از جانب مقامات قدرتی کشور گفت: ما معلومات داشتیم اینها را لجامشان را خواجه های خارجی به دست گرفتند. در یک مدت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ گذاریشان کردند. 26 میلیون. همین گروه ها و رهبریشان میکردند از خارجه. همان حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همان هدف مقصد تبدلات کردند. در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس پیمان ملی تاجیکستان و پایگاه خبری بامداد ادعای پرزیدنت امامعلی الرحمن درباره اعتراضهای بدخشان را به مبلغ 26 میلیون سومانی مبلغ گذاری کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را افسانه و دروغ و تهمت نامید و گفت اپوزیسیا در خارج ربط به اعتراضهای بدخشان نداشت و اینکه پای نهضت را به آن حوادث چسبانیدند ادامه همان سیاست قبلی دشمن تراشی است که باید حتما دشمنی یافت و همه عیب‌های خود را به گردن آن دشمنی داخلی یا خارجی بزنند. درباره گفته‌های امامعلی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان جهت عیبدار کنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مبلغ گذاری تظاهرات در بدخشان و جواب محیدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پررتر شما با تماشای برنامه فردای تاجیکستان که شام دیروز به طور آنلاینی در شبکه یوتیوبی پیام تیوی شده گذشت می توانید معلومات بیشتر گیرید. در دیدار آخری رئیسان ناحیه اصفهان تاجیکستان و بادکنی قرقیزستان 3 موضوع موردی اختلافات مرزی بررسی شد. با گزارش سامانه اکیپرس بهاءالدین بهادرزاده و اوچقون جورابایف در این دیدار که در روستای مرزی آقسای برگزار شد درباره تنش‌های اخیر مرزی و ضرورت پایان دادن به درگیری میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف گفتگو کردند. آنان تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی ضرورت حل 3 موضوع مهم است: توقف هر نوع ساخت و ساز در مناطق علامتگذاری نشده مرزی، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی تنش آفرینی در مرزی مشترک هستند و تعیین مسیرهای گشتزنی نیروهای مرزبانی از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار بود. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرزی مشترک دارند که تا به حال فقط بر سر علامتگذاری 580 کیلومتر توافق شده است. از شهر ینگیاری ولایت سردریای ازبکستان تا شهر استرافشن تاجیکستان اتوبوس تشکیل شد. شهروندان کشورهای همسایه تاجیکستان و ازبکستان امکان پیدا کردند که اکنون از شهر ینگیاری ولایت سردریای ازبکستان تا شهر استرافشن تاجیکستان به مبلغ 27000 سوم ازبکی مسافه 69 کیلومتر را طی کنند. گفته می شود که موافق درخواست مسافران این خط سیر زیاد کرده می شود. این خط سیر را جمعیت دارای مسئولیت محدود تیمور اتوترانس سرویس که در گلستان ازبکستان ثبت نام شده است و جمعیت دارای مسئولیتش محدود داوود که در تاجیکستان ثبت نام شده است انجام خواهند داد. 100 نفر مهاجران کاری از کشور پریمورسک فدراسیون روسیه اخراج می شوند. کارمندان انتظامی کشور پریمورسک از اول سال تا امروز بیش از 2000 حادثه نقض قانونی مأموری را ثبت کردند. درباره اخراج نزدیک به 100 شهروند خارجی از قلمرو پریمورسک تصمیم گرفته شده است. حکومت کشور پریمورسک با استناد از وزارت کارهای داخلی روسیه در پریمورسک خبر داده است که قانون شکنی اساسی مهاجران ویران کردن قاعده های ورود، خروج و ترانزیت توسط قلمرو روسیه نقض قانونی مشغول شدن به فعالیت های مهنتی می باشد. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه های دیگری ما را نیز پیگیری کنید.